تو دادیدن یا سلای دادیدن اتابوره نمیش معلومه نه طرفش شما فقط ختم فرق تبنیم اینا همه چیزاش خود خلاص برو اینا برادر گوشتای داگون جلا اونست همه گوشتای همه گوشت اینا برادر جون نه خود به خود همه یسای یسای برادر همه یسای اینا برادر اینا مردم نمیفهمن چی میگن ای انا خدا انا اوکی اینا برادر حرکت نگی چیزی توزه و بس فاد ببین الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز هم به یکی از سوالهای شما ان شاء الله جواب میگردونیم. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان محترم، سوال من از دو قسمت عبارت است. قسم اول متاسفانه وقتهای اخیر در کشور عزیزمون برخی از شرکت‌های مرغ پروری، کارخانه‌های استحصال محصولات گوشتی و اینچنین بعضی افراد علاوه گوشت‌های حرام را همچون گوشت حلال به مردم پیشنهاد و به فروش می‌گذارند. استغفر الله. همزمان در بعضی حالت‌ها قاعده‌های سانیتری و بهداشتی نیز به طور لازم رعایت نمی‌شوند. بله متاسفانه. لطفاً در این مورد از نگاه شریعت اسلامی نصیحت و راهنمایی بفرمایید می‌کردید. خب قسم دوم، ما یک شرکت مرغ پروری داریم و برای بهتر نمودن صفت گوشت مرغ نیت داریم که پیش از ذبح مرغ ها را با جریان برق نظارت شونده الکتروستانینگ تنها موقتا بیهوش نموده سپس فوراً آنها را ذبح کنیم. آیا چنین عمل از نگاه شریعت اسلامی جایز است؟ یعنی مرغ ها را پیش از کشتن یک بار با برق بیهوش میکنن، برق زده، سپس ذبح میکنن. آیا جایز است یا جایز نیست؟ خب با اذن الله تعالی به این سوال ها جواب میگردونیم. یکمش بله متاسفانه نوارهای خیلی زیاد هم برآمد که متاسفانه مردم یا بعضی شرکت هایی که شرکت های به انصاف، شرکت های به ناموس، آنها برای دوسم پول دنیا شده چیکار میکنن؟ گوشت حرام را یا بعضی عضوهایی که عضوهای مثال خواه پرنده ها باشد، کله مرغ باشد یا پای دست مرغ باشد، همونها را گرفته از قیمه کنانا گذرانیده، قیمه کرده، گوشت گفته، آمیخته کرده، در حسیبچه ها، در کلبسه ها و در همین چیزها میفروشند. نعوذ بالله. الله تعالی خیلی به چنین نفرها الله تعالی جزاهای سخت را در قرآن کریم بیان کرده است. مردم شما از الله تعالی ترسید. الله تعالی به همون مالی که شما امروز دوستم کار میکنم میگوید الله تعالی برکت نمیدهد. شما هم در این دنیا به مصیبت های وزنین، کسلی های وزنین گرفتار میشوید و هم در آخرت الله تعالی عذاب دهشتناک برایتون آماده کرده است. الله تعالی در قرآن کریم میگه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. شما مال همدیگر را بین همدیگر با باطل نخورید. این مال مردم را خوردن با باطل است و همچنین حلقه مردم را شما با مال حرام حلقه آنها را حرام کرده ایستاده. البته حلقه آنها حرام نمی شود. وقتی آنها ندانسته میخورند حلقه آنها انشاءالله حرام نمی شود، اما شما به گناه بزرگ گرفتار شده ایستاده. و چنانه که الله تعالی میگه انما یاکلون فی بطونهم نارا، همان آنها در شکم خود آتش های دوزخ را خورده ایستادند. شما وقتی گوشت حرام، مال حرام را به مردم فند و فریب کرده حلال گفته میفروشید آن را یا حرام بودنش را بیان نمیکنید، میدونید الله تعالی میگه در شکمشان آتش دوزخ را خورده ایستادند. شما گمان میکنید که پول مال دنیا را به دست آورده ایستاده؟ شکمتان با آتش جهنم پر شده ایستاده است. در این دنیا هم الله تعالی شما را بدبخت و کسلی ها و بیماری ها و مصیبت های وزنین گرفتار میکنند. الله تعالی پیامبر در حدیث صحیح خود فرمودند که الا اخبرکم باکبر الکبائر، گفتند آیا من شما را خبر دهم به بزرگترین گناه های کلانترین، گناه های کبیره کلانترینش خبر دهم؟ الاشراک بالله، شرک آوردن به الله تعالی، و عقوق الوالدین، نافرمانی کردن پدر و مادر، عاق پدر و مادر شدن، الا و شهادت الزور، الا و شهادت الزور،
علی و قول زور. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن شهادتی بر دروغ، انسان یک چیزی دروغ رو به مردم شهادت داده سپس پول مال میگیره، یک چیز حرام رو حلال گفته میفروشد، شهادت زور است، دروغ است، شهادتی بر دروغ. پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودن، از جایشان خستند، گفته الا و شهادت زور، آگاه باشید که شهادتی بر دروغ حرام است و گناه کبیره است، کلانترین گناه ها است. صحابه گفتند قلنا لیته سکت، ای کاش پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر نمی گفتند، دیگر تکرار نمی کردند و خاموش می ایستادند. خیلی در غضب شدند پیامبر صلی الله علیه و سلم. وزنین هستین. بنابراین تابعی بزرگوار محمد ابن سیرین رحمت الله علیه، یکی از بهترین شاگرد انس ابن مالک رضی الله عنه، صحابه بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. محمد ابن سیرین تاجر بودند. یک روز محمد ابن سیرین با مبلغ‌های زیاد روغن میخرند. وقتی روغن میخرند، یکی از کارگرانشان میبیند که در یک بچکه روغن موش مرده است. شاگردشان همون کارگر تیز در نزد محمد ابن سیرین میبیند، میگوید حضرت من در همون یکی از قطعه های بچکه های روغن یک قسم موش مرده را یافتم. سبحان الله. روغن، تمام روغن حرام شده است، یک قسم موش برآمده است، قسم دیگرش در کدامش باشه میگن خالی کن خالی کن، یک چندتاش را خالی میکنن. سبحان الله. نمیبراید. میگن چیکار کنیم؟ این روغن همش حرام است. به مبلغ 40,000 تنگه طلایی روغن خریده است. میگن حضرت شما میتوانید که همین روغن رو به صاحبش برگردونید و پولهایتان رو، مبلغهایتان رو گشته گیرید. میگن من اگر وای دانسته ایستاده برای من فروخت، من اگر این روغن ها رو برگردونم وای مشهایش رو تازه میکند، از کجا میدونم من؟ و به مردم میفروشد. مال حرام را، روغن حرام را برای مردم میفروشد. مردم مال ندانسته مال حرام میخورند. گفتن تمام روغن ها را چپه کن و بریز. به مقدار 40,000 تنگه طلایی تمام روغن ها را ریختن. مفلس شدن، قرضدار شدن. بالاخره چی شد؟ به زندان پرتافته شدن، محبس. گفتن رب السجن احب الی، گفتن زندانی شدنم بهتر از آنه که یک لقمه حرام را برای مردم بفروشند. زندان را اولا و افضل دانستن از آن که به مردم یک لقمه حرام را بفروشند یا پیشنهاد کنند. چنین بودن گذشتگان بزرگ ما و شما. بنابراین الله تعالی را دعا کنیم که الله تعالی به همون شرکت های به انصاف، نفرهای به انصاف و به وجدان الله تعالی هدایت فرماید و مردم را فریب نکنند و حلق مردم را با مال حرام، با محصولات حرام، با گوشت های حرام شبهناک نکنند. از الله بترسید. و میگذاریم به قسم دوم سوال. آیا مرغ ها را، پرنده ها را پیش از ذبح کردن، پیش از کشتن با برق بیهوش کرده سپس ذبح کردن تا اینکه صفت مرغ بلند شود، صفت گوشتش بلند شود، جایز است یا جایز نیست؟ خب وقتی به همون شرکت های مرغ پروری فابریکه ها مرغ ها رو ذبح میکنن، مرغ البته میبیاد در همون اپارات ها از پایش آویزان و پیش از ذبح کردن مرغ چیکار میکنه؟ پد میزند، پتر پتر میکنه. بنابراین قنات هایش بعضا میشکنه و صفت گوشت مرغ پست میشود. میگویم درجه اول نمیشود و درجه دوم قنات هایش میشکند یا پای هایش میشکند. از سبب چی؟ پیش از ذبح کردن مرغ که هوشیار از زنده است قطار میبیاید، چند هزار مرغ ها ذبح میکنن، بسم الله الله اکبر گفته، بنابراین صفتش پست میشود. میگویم یک چند و ها سورت دوم میشود. بنابراین تا اینکه صفت مرغشون، گوشت مرغشون بلند شود، صفت درجه اول شود،
بعضی شرکت ها آنها را چیکار میکنن؟ با برق کمی بیهوش میکنن، برقی که پستی و بلندیش رعایت کرده می شود و نظارت کرده می شود. خب آیا موافق شریعت این درست است؟ بیایید به فتوای اهل علم نظر کنیم. خب پیش از آنی که نگاه شریعت را بیان کنیم، بیایید مختصرا گفته گذاریم که چگونه می شود. مرغ ها را همون شرکت های مرغ پروری در یک روز از 20,000 تا 30,000 مرغ بعض شرکت ها ذبح میکنند، میکشند. پیش از ذبح کردن چه خیلی که گفتند آنها را به حوضی که با برق پیوست شده است، مرغ ها را به همون آب شور، آب نمکدار چیکار میکنند؟ در آورده میگیرند تا اینکه بیهوش شود از سبب برق میزند و آنها بیهوش میشوند. در اینجا یک چند فکت ها هست که بعضی مرغ ها میمرد. برای چی؟ زیرا اینکه همه مرغ طاقت حتی پستی برق را ندارد. بعضا دلش بیمار است. سلامتی همه مرغ یک خیل نیست. قوت همه مرغ ها یک خیل نیستند و آب به همه مرغ ها، آبهای برقی به همش یک خیل به یک درجه رسیدنش بعضا غیر امکان است. بنابراین وقتی که به مرغ ها پیوست می شوند به برق، آبهای برقی، حتما در آن مرغ ها از بین 30,000 20,000 و 30,000 مرغ یک چندته آنها میمورند. پیش از ذبح کردن با برق کشته می شود و نفری که ذبح میکند نمیداند که آیا با ذبح او مرغ مرده ایستاده است یا اینکه با برق مرده است. بنابراین جمهور علما و مجمع های فقهی اسلامی این کار را و چنین طرز کشتن مرغ ها را حرام گفتند و درست نیست. بیایید فتوای اهل علم را ببینیم، دلیل آنها را ببینیم. شورای علمای کشور لیبیا بنابر حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار را حرام گفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم چنانه که در حدیث صحیح که امام مسلم رحمت الله علیه آن را روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم حرم النبی صلی الله علیه و سلم الصید اذا وقع فی الماء بعد اصابته بالسهم وقال فإنك لا تدري الماء قتله او سهمك. پیامبر صلی الله علیه و سلم به نفری که شکار میکند و همون پرنده شکار شده اش در آب می افتد، پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را حرام کردند و گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی همون پرنده به آب می افتد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند تو نمیدونی که آیا تیری تو او را وقتی بسم الله الله اکبر گفته بسم الله گفته تیر را میزند، پیامبر گفتند تو نمیدونی که آیا از سبب تیری تو مرده است یا وقتی در آب می افتد از سبب آب مرده است، تو نمیدونی. بنابراین گفتند اگر انسان وقتی یک ذره هم شبهه کند همون چیز شبهناک می شود، همون گوشت شبهناک می شود و حرام می شود و پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را حرام کردند. و همچنین حدیث صحیح که امام بخاری رحمت الله علیه آن را روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم نفری که سگ شکاری را با شکارش روان میکند و وقتی که میرود که در آنجا دو سگ است، دیگر سگ شکار را گرفته است، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند فلا تأکل فانما سمیت علی کلبک ولم تسمی علی کلب آخر. گفتند که هرگز نخور. اگر وقت شکار کردی سگ شکاریت را روان کرده بسم الله گفته، گفتند تو بر سگ خودت بسم الله گفتی، دیگر سگ را تو بسم الله نگفتی. تو از کجا میدونی که سگ تو او را قاپیده کشت یا وای سگ قاپیده کشته است؟ تو نمیدونی. بنابراین فلا تأکل گفتند. در چند همین حدیث ها آمده است که انسان وقت شبهه میکند نتیجه شبهش همون گوشت را حرام میکند و قرار مجمع فقه اسلامی قرار 95 تکیه بر همین حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم و تکیه بر شهادت متخصصان چنین
قرار و چنین فتوا برآوردند. لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غیر قلیلة منها قبل التذکیه. جایز نیست بیهوش کردن مرغ ها یا همون پرنده ها با چی؟ با جریان برقی پیش از ذبح کردن، زیرا اینکه با تجربه اثبات شده است که با یک نسبت معین به چی می شود؟ به هلاکت می رسند. با سبب چی؟ با سبب همین جریان برقی، با همین سبب تاک های الکترونی. بنابراین الله تعالی رو دعا میکنیم که الله تعالی به این شرکتی که این سوال رو دادن، الله تعالی به کارشان برکت دهد. از الله تعالی ترسیده باز چنین سوال رو پیشنهاد کردن و همچنین تصور کنید فرض کردیم 30,000 در یک شبانه روز 30,000 شما مرغ ها رو ذبح میکنید. از بین 30,000 100 دانه مرغ اگر پیش از ذبح کردن با همون برق ها مرد، 100 مرغ حرام رو شما چیکار میکنید؟ به مردم میفروشید. حلال گفته سرتیفیکات های حلال رو چیکار میکنید؟ به همون چسبانیده مرغ حرام رو حلال گفته شما میفروشید. از همون نفرهایی که در سری برنامه گفتیم حرام رو حلال گفته میفروشن، گوشت های حرام رو، فرقی شما چی فرقیت میمونه؟ مگر اینکه شما چند هزارش را حلال کشته ذبح کرده میفروشید، از بین همونها حرام را آمیخته کرده میفروشید. بنابراین از الله تعالی تقوا کنید، پرهیز کنید و آن چیزی که شریعت برایتان درست گفته است و حلال گفته است برای کمتر صفت شده قناتش میشکند یا اینجا این خیل میشود و وای میشود گفته، از الله تعالی پرهیز کنید. انشاءالله که الله تعالی بر کار شما، بر مال شما برکت میدهد. الله تعالی را دعا کنیم که به همه تاجران ما الله تعالی انصاف دهد، توفیق دهد و لقمه‌ای که به دست میبرند با راه حلال به دست بیارند و مردم را با مال حرام تامین نکنند. الله تعالی را دعا کنیم که بازم هم در این دنیا و هم در آخرت ما و شما را از حرام، از مال حرام و از آتش جهنم الله تعالی نگه دارد تا نوار آینده. الله تعالی نگهبانتان باشد.